اگه بخوام توی یک ریلز خلاصه شیوه ارتباط برقرار کردن در قرن 21 رو بهتون توضیح بدم، اینه که شما هیچ کنترلی روی هیچ زنی ندارین و هیچ ارتباط واقعی با هیچ زنی نمیتونه وجود داشته باشه. اینا مثل پرنده‌هایی هستن که میان میشینن کف دست تو و ممکنه هر آن پر بزنه بره و تو باید آماده این باشی. پس یه سری ستینگا رو ما باید تو ذهن خودمون عوض بکنیم. چه ستینگایی؟ اینکه هیچ وقت هیچ زنی رو شماره یک تو ذهن و قلبت قرار ندی و همیشه اهدافی والاتر شماره یک باشه تو ذهنت و قلبت. خدا، وطنت ایران، خانواده، کار، پول درآوردن، درس خوندن، هنر یاد گرفتن، ورزش کردن و چیزایی از این دست اهداف شماره یک تو زندگی تو. میدونی که این دختر ببین صندلی شماره یک رو بهش بدی پوستتو میکنه. اگر به جای خدا حوا رو تو باغ عدن بکنی نفر شماره یک، خدا از طریق همون دهنتو سرویس میکنه. این از این. پس این ستینگ رو باید تو ذهنت عوض بکنی و بگی هیچ وقت هیچ زنی شماره یک نیستش تو ذهن من و لازم نیست اینو بدوی بهش بگی. یه چیزی تو قلبت تو فکرت. غیر از اون صبح به صبح که بیدار شدی چک میکنی که خب این دیروز زن من بود، دیروز دوست دختر من بود، امروز ممکنه نباشه. و وقتی اینجوریه باید تو از قبل یک چیدمان و استراکچری رو فراهم کرده باشی که این دیروز دوست دختر من بود، امروز ممکنه بهم خیانت بکنه. دیروز زن من بود، امروز ممکنه بخواد بره. پس من نمیتونم 600 تا مهریه بندازم براش. پس من نمیتونم همه زندگیمو، برنامه مهاجرتمو، پلنامو، همه چیمو گره بزنم به این دختری که ممکنه اینجوری بره و همه ابزارهای لازمو در اختیار داره و این ابزارها از بین نمیرن. و اشتباه شما اینه که یه نقطه‌ای فهم می‌کنی وصالی اتفاق افتاده و این ابزارا داره از بین میره. پس از اون این ستینگا رو توی ذهنت که عوض کردی میرسی به این نقطه که ما الان هیچ کنترلی روی رفتار هیچ زنی نداریم و تنها کار ابزار اشتباهی که مردا دستشون باقی مونده خشونت کردن، انبازی درآوردن و تلخی کردن، بعضا فحاشی و چیزایی از این دسته که اینا کار نمیکنه. اینا هم حتی باعث میشه که اون دختر پیش خودش بگه اینو ناکن، هیچ وقت نمیتونه منو ول کنه، هیچ وقت نمیتونه منو رها کنه. نگاش کن، نابود شده، ریده به خودش، من ولش کردم، انقدر که دیوونه بازی داره در میاره، خشونت داره میکنه. نه اصلا هیچ کدوم از اینا. ما سه تا ابزار داریم، یکی سکوت، یکی زیر سیبیلی رد کردن، یکی آمادگی ترک رابطه. که آمادگی ترک رابطه منوط به اون فلسفه و منوط به اون زیر ساختایی که فراهم کنی، یعنی 300 تا سکه مهریه نندازی که اگر یهو یه کوچری بهت گفت تو بتونی سکوت کنی. چون سکوت هم یه شکلی از ارتباط برقرار کردنه. یا زیر سیبیلی رد کنی، یا اگر خیلی داره این کارا رو تکرار میکنه درک بکنی که هیچ زنی رو نمیشه درست کرد و تنها آپشنی که من دارم ترک کردن رابطه است. پس من باید همیشه آماده ترک رابطه باشم.